شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. همین شیطان رانده شدنش از درگاه پروردگار به چی خاطر بود؟ به خاطر که وقتی خدا امرش کرد آدمی که من آفریدم سجده کن، او خلقته من طین و خلقتنی من نار، تو مرا از آتش آفریدی، این آدم از خاک آفریدی، آتش از خاک افضل از بین سجده نمی کنم. شیطان که رانده گشت و جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز، شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز. او سجده بری آدم و این بر خدا نکرد. شیطان هزارها بار، همین شیطان مردود ملعونی مرجوم از آدم بی نماز میگد 1000 مرتبه بهتر است، زیرا که این شیطان آدم سجده نکرد، لیکن این بنده باشد خدا را سجده نمیکند.